با عرض سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، کسانی که انا زبان عربی را خوب میدونن و میتونن بنویسن و عموما جای کار میکنن در دولت های عربی، و خصوص در مملکت انا عربستان سعودی، در مدینه پایتخت ریاض. یعنی شما میتونین که به این کار چیکار کنین؟ تقدیم کنین. این کار وظیفه چی ده؟ نویسنده مندرجه عربی ده لازم دارن و مکانش هم چیه؟ ریاض عربستان سعودی. اینها جای اقامتت میتن، یعنی که سالانه تو چی نیاز نداری که برای پتنت کردن یا که برای همون چیز اقامه زیست پول پرداخت کنی. خود این شرکت یا اینکه خود همین کمپانی با عهده میگیره و علاوه بر این میتونی که این اقامه که میگیری زن و فرزند، یا اینکه اگر زن باشه شوهر و کودکاش قطعی هم روا در ریاض در مملکت عربستان سعودی کار و فعالیت کنند. این کار دائمی است، یعنی که یک سال دو سال نیست، بلکه تا ابدا در همین کمپانی خواهید کار کرد. خب دربارش وقتی که سیلکش هم میمونم در پایان ویدیو میبینین، خودتون میخونین. انا این میگه که نویسنده مندرجه عربی در کار مونه، مسئولیتاش هم میگه در اینجا مسئولیت های نقشه‌ای که دارند چی مسئولیت دارند و طلباتش هم میگه مقصد ادبیات ژورنالیستیک معاشرت با تجربه نه کمتر از 5 تا 7 ساله در رابطه با جامعه و یا ژورنالیستیک یا تجربه کاری برابر ارزش. خلاص در برش همین میخونین که چی طلبات داره، چی چیزا میخواد. باید بگیم که شما باید یک سی وی خوب داشته باشین برای تیار کردن تقدیم کردن. انا وقتی هم که چی میکنین، انا حالا مراجعت کنید میگین، وقتی در همین سایت که میدروین حالا مراجعت کنید میگیم، در همین وقتی که میجقین چی میشه و شما لازم نیست که حساب داشته باشین، با استفاده از پشت الکترونیک خود فورا آغاز کنید. همین گپ میگه خلاص به پشت الکترونیک می نویسی و دیگر دوام دادن میگیری. باید گفت که بی حد معاش بالا میتن، معاش پایان نیست و معاش خودشون تعیین میکنن. تو وقتی که چی بکنین خودشون مصلحت کنین و اگر قبول که کردن تو و شما محرر خوب باشین قبولتون میکنن و تمامی رسخود یا اینکه خراجاتی که تو به سعودی را میرین با عهده میگیرن. و آرزوی موفقیت به تمام کسانی که تقدیم میکنن و جای کار میکنن. و باید هم گفت که این کار هم برای زنها هسته و هم برای مردها.